رحیمی صاحب بزرگوار همیده که از اسب شما معلوم میشه که همیده اسب شوخی داره. به نام خدا با عرض سلام خدمت تمامی شما بینندگان عزیز. امروز آمدیم در کنار یکی از برادران خود که اینا عضو باشگاه بزکشی ولایت هرات هستند. اینا رو در داخل میدان اسب دوانی دیدیم، گفتیم باشه که چند لحظه در کنار از اینا باشین و سوالاتی از اینا داشته باشیم و اینکه چی مدت میشه در تیم بزکشی ولایت هرات شامل شدن. سلام و عرض ادب برادر عزیز، میشه گفت یک معرفی داشته باشید خدمت دوستا. سلام خدمت شما برادر عزیز، ضیاءالدین پهلوانم، یکی از پهلوانان تیم بزکشی ولایت هرات. خیلی خوشحال شدم ضیاءالدین جان. میشه شما برام بگین که شما چند سال میشه سابقه اسب دوانی یا بزکشی دارین؟ سابقه اسب دوانی دیگه ما از سن 12 سالگی دارم دیگه. تیم بزکشی که است از وقت رئیس ویجی کامران که بودم که بزکشی میکردم، ما همیشه با بزکشی داشتم، سن 18 بود بزکشی میکردم. و دیگه ای که شما می شوق اسب دوانی و اسب نگه داشتن اسب خود شما دارین و از کودکی داشتین یا نه از اجی آقا و پدرکلانا به ارث رسیده باشه؟ از اجی آقا ما به ما به ارث رسیده. من شوق اسب برم که فعلا پیش میبرم، به خاطر می اجی آقا خو پیش میبرم، چون حال پا افتاد شدم نمیتونم اسب سواری کنم، من می اسب نگهداری میکنم، من شوق از اینا رو زنده دارم، به خاطر من شوق اسب دارم. ماشاءالله. پسر دلسوز که میگن به اینا میگن. سلامت باشید. دیگه به می سن پیری هم که اجی آقا از اینا رسیدن و بالاخره به گفته خود اونا پا افتاد شدن، باز هم اینا دوست دارن که اینا رو خوشحال نگه دارن به توسط از این کار خوب. شما میشه برام بگین که در کل چند نوع اسب وجود داره، یعنی نام‌های اینا چیه و برای چی کارا استفاده میشه؟ به اسب که هست، اسب نوعی خلیه. این اسب که هست به نام کبوته، این سردار اسبایه. بعد از این باز کاره، بعد از کار که هست مشکین، سرخونه، جرانه، دیگه به شما بگم مگسیه، دیگه رنگا و اینا اسب خیلیه دیگه. گفتن اگه به شروع بکنم شاید تقریبا نیم ساعت برنامه شما در بر بگیره. ولی سردار اسبا که هست کبوت، کار، مشکین، سرخونه، جران هم رده پنجم قرار داره. ماشاءالله. دیگه متخصص هم هستن در این کار. دیگه شوق ما خوش داریم، امیت پیگیریم، ولی زحمت میکشیم. این برای ما بگین ضیاءالدین جان که شما در طول این مدت که به تیم بزکشی بودین آیا به مسابقات هم رفتین یا نه؟ ما مسابقات دیگه ولایت هرات مسابقات دیگه می جمع بس تقریبا از برج عقرب تا به نوروز ما بزکشی میکنیم. حتی ایدام که میشه ما مسابقه بزکشی به خاطر مردم خو شوق مردم خور داریم. بله مسابقه مقیاس تیمی غیر و صورت به هر جمعی 2 ساله 3 ساله 1 ساله بیرق مندازیم. بله ماشاءالله. ایت تا حال شده که دستاورد هم داشته باشیم، مثلا برنده شده باشیم، جایزه گرفته باشیم؟ جایزه بله، همین برادرها که میشیشته، همه برادرها امارات اسلامی یا قبلا که بوده رئیس ویجی منان خان که هستم، رئیس فدراسیون تیم بزکشی هراتم، از طرف از اینا بله تقدیر شدیم، جایزه گرفتیم. همین چیزی که خدا واسه کم اقتصاد رئیس ما خیلی خوب نیه که به حساب با ما خیلی رسیدگی کنه، بریبر هم خیلی میده و به خاطر تیم بزکشی رونق بده، رشد بده. انا بلگ اساس توفه درویش ما به خاطر خیلی به قصه جایزه نیم، به خاطر مردم خود رنج اینا گل داریم. خیلی بینه ماشاءالله. فکر مردم هم هستن دیگه مردم هست که ما هستیم، ما هم برادر میگه پانیه دیگه. دنیا ارزش نداره که دنیا از تو باشه میری که نبیدی و زیر میخواکا میدی. همین شوق هست، ما هیچ گوری شوقی ندارم، همین شوق هست و همین حیوانات رو دوست دارم. خود من به حساب برادرام هم میگی استاد پرورشنده، من خود من 5 سال کار کردم، ما کلا ورزش دوستیم. ماشاءالله ماشاءالله. پس هم ورزش و هم اسب دوانی. خود اسب دوانی هم ورزشه دیگه. گفتیم 5-6 سال که شما در بخش زیبه اندام پرورش اندام؟ بله تقریبا هنوز که من متعهل نشده بودم زیبه اندام کار میکردم، 6 سال زیبه اندام کار کردم. حالا دیگه باز متعهلیم، تقریبا 5 تا اولاد خدا برای ما داده، نمیشه دیگه نمیشه. همین کار همین اسب میتونیم پیش ببریم، اینا با خرج داره. راست میگه خرج داره. شما در طول این مدت که اسب داشتین و به اصطلاح اسب دوانی میکردید یه خاطره خوش هم داره که به شما خیلی دلچسب بوده باشه، امیر برای ما تعریف کنه؟ خاطره خوش معامله که دائما که گساله به دایره الار مندازیم، از طرف مردم خود تشویق میشیم، خود معامل لحظه بهترین لحظه زندگی مونه که تشویق میشیم از طرف مردم که این گساله مندازیم به مسابقه بدلکاری بریه. کشته هم بشه کسی نمیپرسه که چرا کشته شد، دستش شکست، پایش شکست. پهلوانیه که به حساب خشن‌ترین پهلوانیه.
این بدلکاری این ورزش که هست. خاطر بعد امیر داریم که امروز ما از اسب خود پهلوان گسالر کش میکردم به دست می بود مر پهلوانا کش کرد از اسب بنداخت پامو به رکاب بند بود یک دایره اسب میدوید من به بغلیم حتی فیلم هم دارم موجوده که اگه شما مست باشید به دستش میرسه. درسته انشالله فیلم هم بریم و بدین که انشالله به انظار بیننده به تماشا بگذارن که ببینن. دل من خیلی ما کمی هست شما چه کار برم مدام میترسم خیلی شوخی معلوم میشه. اصلا این اسب خیلی اسب فرمون اسب خوبیه دیگه ورزشکار بازم ورزشکار کمک غرور ورزشی داره بازی که هست شو اسبه رنگ خوب حساب خوب چسب هم هست یک شیر دیگه هم به دهن از این ایرای ما زحمت میکشیم تا بخیر تا به تیم بسکشی را آماده کنیم تا برج اغرب. ماشاءالله نه ورزشکار هم نوجوان از دو طرف غرور داره. زحمت هم ما بزیم میکشیم همین سرشار میخنده دیگه ما سرشری از خوش دارم. باور کنیم میتونم بکشم رو بالا از این بالا میشم ان شاء الله هیچ گپی نیست شما رو میتونید اطمینان سار میکنم که این بزرگ خدا یک خراش هم بدون شما نفت شغل شما منتظر دیگه مقصد اگه شکستم پام ان شاء الله هیچ گپی نیست برای شما تضمینی سه ان شاء الله بریم یک دوره خد شما خدمت آی خب باشه که من پا خود داخل از زیر کابم بکنم. خدا بخیر فکس ماشاءالله ایوه دوستای عزیز واقعا هم کیفتش هم ترسش اونتا خوب رفتار داشت از باشم بله اینا دیوار روی زمین بفهمیدید خب اینا وقت خیلی خوشحال شدم برادر من باشه سلامت خیر بین دست شما درد نکنه سلامت باشه.